اصلا وقت دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور می نویسد که ضمن سفر امام علی رحمان به ناحیه ساکنان آن او را گرم و صمیمی یا با صمیمیت و محبت بی اندازه استقبال گرفتند، چندان دروغ هم نمیگویند. دروغ اینجا تنها عباره ساکنان ناحیه است. رئیس جمهور را واقعا گرم و صمیمی پیشواز میگیرند، چون برای همه پیشوازگیرندگانش سفر او بیزنس و منبع درآمد است، بجز همان دخترکان اطلس پوش که مجبورند برآورده اند. گروهی بزرگ پیشوازگیرنده ها، همان زنان مردانی که کفکوبی میکنند، اساساً به ناحیه هیچ بستگی ندارند. این ارتش بزرگ را تیم امام علی رحمان همیشه با خود میگرداند و در هر سفر او را همراهی میکنند. همان نان و گوشت و روغن که در مسچاه کوهی جمع کردند اصلاً برای همین هاست. این جمع‌آوری گوشت و نان در همه ناحیه ها عملی می شود. آنها نه تنها می خورند بلکه با خود می برند. فردا هم رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه ظفرآباد از بی آب سوخته رفته ایستاده سفر دارد. طبق اطلاع منبع‌های پیام 2 ماه است طلبه و معلمان در پارک و استادیوم مرکزی ناحیه ترمیم می‌گذرانند. از حساب صاحبکاران در باغ مرکزی نشان دولتی گرب ساختند. سر هر کارگر 3 نفر کارمند حکومت قرار دارد. ناحیه امسال هم مثل سالهای پیشین مشکلات زیاد دارد. مشکل اساسی نارسایی آب، چون با کانال آبیاری می شود اما کانال و نسازهای آبکشی فرسوده اند. یک منبع با پیام خبر داده می گوید امروز مردم یک جماعت به رحمانوف مکتوبی کشنده نوشته است که در سایت اخبار چاپ شد. اما عجایبات کار در آن است که اکثر رهبران ولایت و وزارتخانه ها زمان رهبر این ناحیه بودند. مردم این ناحیه را همچون ترامپلین برای کریر آینده منصبداران می نامد. از جمله عبدالرحمن قادری که رئیس سابق ولایت و قدای رحمانوف است چند سال راهبر این ناحیه بود. حتی میگویند وقتی قبورهای آبگذری ناحیه را کنده از ناحیه بیرون انتقال میداد، از جانب موسفیدان ناحیه دستگیر شد و به دزدیش راه داده نشد. رئیس امروزی ولایت ختلان نیز زمان رهبر این ناحیه بود. به قول جمع کرد و رفت. امروزه حال ناحیه را راهبران خوب میدانند، چون اکثر را خود طلب و تاراج کرده اند. مردم ناعلاج باز به همان راهبران پیشین خود که امروز در کرسی بالاتر نشسته است مراجعت میکنند. سفرهای قبلی امام علی رحمان در یگان خواجگی دهقانی بای و بقوت انجام میافت، اما به گفت کارمندان این خواجگی ها بعد انجام مهمانداری همراهان امام علی رحمان تا کورپچه زیرشان را با خود میبردند. بعداً تفتیشات از ولایت و پایتخت به خواجگی یک پس دیگر بهر کندن داریه خود آمدن می گرفتند، چون این خواجگی ها را از خواجگی بای می حسابیدند. تا زمان می مکیدند که رئیسان خواجگی دیگر قرضدار و مفلس می شدند. این دفعه تا چند روز پیش یگان خواجگی مهمانداری را به دوش نگرفته بود. شاید یکیش را مجبور کرده اند. همه خراجات پیشوازگیری مجبوری از حساب صاحبکاران و دهقانان است. امسال دهقانان حالشان خراب، آب نیست، پخته نیست. قیچی باید این دفعه لنته یک باغچه بچگانه را برد که از جانب صاحبکار شهلا کنجه به ساخته شده است. در نقشه افتتاح یک بینای 2 آشیانه هست که از دور شوروی باقی مانده بود و صدموی شمرده می شود.